کارت گرافیک هم فناش کار نمیکنه. کارت گرافیک خراب بهم فروختید؟ نه اصلا اینجوری نیست. بیا واسه توضیح بدم. اومدی سیستم خریدی و با شوق و ذوق بردی خونه، بستش کردی به برق، اما اول دیدی که فنای کارت گرافیکت کار نمیکنه یا یه بازه زمانی کارت کرده دوباره مثلا از کار افتاده و بعد فکر کردی که کارت گرافیکت خرابه. ولی اصلا اینجوری نیست عزیز دلم. در اصل کارت گرافیک های امروزی یه حالت آیدل یا همون خنثایی دارن که تکون نمیخورن. این واسه چیه؟ وقتی که دمای کارت گرافیک استیبله و معمولا زیر 40 درجه است، اینا نیازی به خنک شدن ندارن و برای قطعت اتفاقی نمیفته. واسه اینکه هم انرژی کمتری مصرف شه، هم خود اون فن از بین نره زود، اومدن اون حالت آیدل رو گذاشتن و معمولا بعد از 30-40 درجه‌ای که حالا اون کارت گرافیک داغ میشه، اینا شروع میکنن به روشن شدن، کارت گرافیک رو خنک میکنن و بعد از کار میافتن میرن توی همون آیدل خودشون. بنابراین بهت کارت گرافیک خراب نفروختن برادر. پنیک نزن.